السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام من عنایت الله از تاجیکستان. حضرت اگر از راجونو تا گفتنیم که اگر امی پرزیدنت تاجیکستان نومالی رحمان طاغوت نباشد، در روی دنیا دیگر طاغوت وجود ندارد. حضرت جونو بعد شما در ممکن در فکر باشد که چرا ما خاموشیم، وشوی ما را میپروشند، رمال خود ما را میگیرند. اگر ما سخن حق بگیم حضرت جونو ما را سلفی حزب تحریر وهابی گفته میبرند، در کنج ترمه 25 سال ترمه میکنند حضرت جونو. السلام علیکم و رحمت الله. من یک خواهر شما از تاجیکستان. پیش از همه به شما طوری مینداری بیان میکنم که صدای ملت مظلوم تاجیک را شنیده بی‌طرف نماندید. طولی چند سال بود که با جای شکایت کردن نمیتوانستم. از سببی که حجاب در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها ممنوع است، ما سرهای خویش را میپوشانیم ولی تماما کامل نیست و با حجاب مانند هم نیست. با وجود این همان ناکامیلی که است، باز هم ما را اجازه نمیدهند. بار خواستم کمتر هم باشد حجابم را کاملتر بندم، ولی متاسفانه از دست راندند. و دولت مردان تاجیک گفتنیم که خیلی برایتان متاسفم، چرا پیش از آن که به حجاب ورود و دیگر ارکان دین کاردار میشوید، سراول پیش رشوه و بیسوادی را بگیرید. زیرا نسلی که به پایه رسیده ایستاده است قریب 90% بیسواد میباشد. سبب آن است که استادان مکتب و دانشگاه‌ها سبحان الله بها را با پای میمانند. خواننده ها باشند به این رفتار آنها عادت کرده علم و موسیقی پسستند و باور دارند که چه خوانند یا نخوانند بهای خوب میگیرند. خواهش میکردم از دولت مردم تاجیک پیش از آن که به حجاب ورود و دیگر بیشتر به ظاهری که کاردار میشوند به این اهمیت خیلی بدهند. زیرا آینده از جوانان وابسته است و جوانان وقتی که بیسواد باشند هیچ وقت آن دولت پیشرفته نمیتواند. و در آخر از شبکه جهانی بیسال حق خیلی هم مینداری خویش را به این شبکه بیان میکنیم که واقعا هم ندای حق و حقیقت میباشد و از درگاه خداوند متعال برایتان خواهم که چه مقصدهای پاک و نجیبی که داشته باشید خداوند برآورده گرداند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.